چطورین؟ ایشالله که من دارم میافتم تو این کادری که نمیدونم چیه. من امروز میخوام راجع به تجربه مصاحبه وستجت هم صحبت کنم. حالا که سالگرده شد، چون تقریبا پارسال همین روزا من افتادم تو پرسه مصاحبه های وستجت. بعد اینجا بودم که خب چرا نیومدم همین دوره ویدیو یوتیوب کنم راجع به حرف بزنم. داستان از این قرار بود که من اصلا اول از این رو بگم، وستجت دومین ایرلاین کاناداست، یعنی اولی ایر کاناداست، دومین وستجته. من نمیدونم اصلا کی برای این رزومه فرستاده بودم برای مهمانداری و اینا. خلاصه یه روز یه ایمیل گرفتم که آقا ما از رزومه تو خوشمون اومده و بیا توی اولین مرحله مصاحبه شرکت کن. حالا اولین مرحله مصاحبه چی بود؟ یه ویدیو اینترویو. الان میخوام برم مصاحبه آنلاین وستجت برای کابین کرو. واقعا اگه کار به من نمیخوام بدم، به کی میخوام بدم؟ واقعا خودتون بگین. من با هم کمالات اگه کار به من نمیدیم به کی میخوایم بدیم؟ درست ندارم ولی بالاخره تجربه اینترویو داشتن خوبه دیگه. بعد اینجوری بعد مرتب اینجوری حالا ولی بیام بگم اوکی ما تو رو میخوایم، بعد من خودم بگم من نمیام. نه الکی نه مثلا با ذوق و شوق مصاحبه. البته ذوق و شوق هم خدایی ندارم، دارم الان میرم بیرون که حاضر شدم. گفتم دیگه بذار حالا که حاضرم چیز کنم. یه لینک برای من فرستادن، یه سری سوالای بود مثلا بیهیویرال کوئسچنای مثلا اینکه یه شرایطی که مثلا یه سیچویشن مثلا سختی رو هندل کردی، یه کاری که مثلا یه بحرانی رو حل کردی، یه زمانی که فلان کار کردی، بیشتر کار کردی، فلان از تجربه کاری رو خودت معرفی کن، چیزا این شکلی. من اینو رو انجام دادم و فرستادم واسهشون. چند وقت بعدش خبر اومد که اوکی و ما از تو خوشمون اومده، بیا حالا مرحله دوم اینترویو. یعنی مرحله دومشون یه مرحله دیگه ای بود که اشاره که سلام خوب باشه، یعنی انقدر آدم میاد میره و صدای حرف و تولد و اینا که من تشکرم چه کاری. خلاصه مرحله دوم اینترویو اینجوری بود که توی فرودگاه بود، یه سالن کنفرانس خیلی بزرگ که 70 نفر آدم بودیم و من اصلا نمیدونم گروهی چیه ولی سرچ کرده بودم این شکلی بود. یه سری سوالای مثلا چه میدونم خلاقیت تو رو هوش اجتماعی و چیزی تو آدم آیا کار گروهی هستی یا نه و این دو چیزا قرار بودن. بعد خلاصه اون همون روزی بود که من تیک مهمانداری زده بودم. حالا برم چی میخوام برم بگم اصلا، یعنی آقا من دارم میرم اینترویو گروهی وستجت، ببینیم چی میشه. رزومه و مدارکم این آلردی تیپ مهمانداری زدم اینجوری که منو همین الان بگیریم ببریم تو پرواز. خلاصه که ببینیم چه اتفاقی میفته. چندم؟ 3 مهره 24 سپتامبر دیگه. بعد من اولین نفر رسیدم، یعنی هیچ کسی دیگه اونجا نبود. حالا تا نوبت چون 2 سانس بود، سانس دوم اینترویو شروع شد، نوبت ما شد. بعد اینجوری بودم که خب من که زود رسیدم، بذار یه جوری برم که اینا منو ببینن که من زود رسیدم، یعنی یه لول تو ذهن این آدمایی که مثلا اونجان من بمونم. بعد تو ویدیو یوتیوبی که دیده بودم یه شعاری هست برای کلا ایرلاینای، یعنی چیز برای کلا صنعت هوایی، همه اینداستری کلا ایرلاین، اینه که آن تایم یعنی که دقیقاً تو رأس ساعت برسی، این تایم یعنی که تو جلوتر از زمان برسی. بعد یه اصطلاحی دارم توی شرکت هواپیمایی که میگن on time is late، یعنی اگه تو سر وقت برسی دیره. منظورش اینه که کلاً باید همچه زود بیایی دیگه. من اینو میدونستم، یعنی تو این ویدیو یوتیوب دیده بودم. من اینجوری رفتم که مثلا آقا اینجا اونجایی که باید خودتو به همه این آدما نشون بدی.
چون که مثلا یه تیم 10 نفره بودن از مثلا HR مدیرهای HR سرمهماندارا مهماندارا نمیدونم مدیر فلان بخش وستریت، یعنی کلا مجموعاً 10-12 نفر آدم بودن که اینا باید به ما نمره میدادن و بر اساس اونا ما آفر بعدی رو میگرفتیم. خلاصه من یه زمانی رسیدم که اون سانس قبلیه داشت تموم میشد، اینا داشتن میومدن بیرون از سالن که بیان برن نهار بخورن. یه نیم ساعت 40 دقیقه بعدش نوبت ما شروع میشه، یعنی اون چیز دوم. یعنی من عشق میکنم با روحیه خودم. مدام از خودم دارم میچرخم، پیانومو زدم، ویدیوامو گرفتم، تولید محتوامو کردم، انگار مثلا آدم مصاحبه. اینجا یکی از کنفرانس رومای اینجاست توی فرودگاه وایویار. بعد اینا این پایین فرودگاه اینجا. بعد به این صورت من یه ساعت و چقدر زود رسیدم، 1:30 شروع میشم 12. من یه نیم ساعت هم از اینجا بیشتر کلی پیانو زدم فلان کردم. بعد الان مثلا میان میگن چرا انقدر زود اومدی؟ بعد من میخوام بگم که you know what, I just want to be ahead of plan cause in airline industry early is late and early is late. چی میگم؟ مثلا میخوام بگم که well yeah because I just wanted to be ahead of plan. As in airline industry on time is late and yes on time is late and early is on time. Early is on time is late. آره early is late. حالا الان میرم اونجا چپ و چپ میگم که به خاطر اینکه توی این airline industries early is on time and on time is late. اینجوری میگن ما همینو میخوایم that's the one. بعد کارو میگیرم. فقط یه ذره باید تمرین کنم early و late و اینا رو چپ و چل نگیم. من رفتم وایسادم، حالا میدونستم که اصلا با بعدیشه. رفتم که سلام من مصاحبه شما اینا. بعد یکیشون گفتش که آره مثلا زود اومدی و فلان اینا. گفتم آره میدونم، چون که بالاخره من مثلا این کار اپلای کردم on time is late. ببین یه دفعه اینو اینجوری بگیم ایول این که مثلا جمله خوبی رو بخواه اولین چیز اونجا زدم. همه اون 10 نفر آدم منو یه بار اونجا دیدم. خلاصه اینا رفتن و حالا من قبلش هم رفتم تو فرودگاه داشتم میرفتم سمت این سالونه، دیدم اونجا پیانو چیکار پیانو زدن و فلان و این واقعا اصلا استرس نداشتم. آقا من پیانو دیدم اینجا، یعنی انگار من اومدم جاب اینترویو، یعنی من استرس داشته باشم اینجوری بودم پیانو میخوام پیانو بزنم. اینا اومدم اینجا اون فرودگاه آدمو دارن میان این برام همه پیانوه. بعد منم مثلا تیپ اینجوری رسمی زدم مثلا اینا که تو هتل‌ها پیانو میزنن، ولی بعدم جاب اینترویو حالا یعنی میمونه من یه
برجسته تر وجود نداره. اینجا بودم پیانو، من چند وقت پیانو نزدم. خلاصه نشستم اینجا پیانو زدم، تازه هم دفتر دسته که منو برداشتیم بریم مصاحبه. همینجوری رفتم خلاصه یه نیم ساعت چرخیدم و اینا، همینجوری کم جمعیت آدم‌های دیگه هم داشت می‌اومد و هرچی اینا میومدن من بیشتر اینجوری بودم که من اینجا چیکار میکنم. یعنی مثلا اینا مهماندارای مثلا با تجربه مثلا بریتیش ایرویز و لوفتانزا اینا توشون بود، کسایی که توی کانادا کار میکردن بود، کسایی که اینجا درس مثلا مهمانداری خونده بودن یا مثلا چیز خونده بودن، توریست خونده بودن. یعنی اصلا فقط میتونم بگم تنها کسی که هیچ تجربه‌ای تو این داستان نداشت فقط من بودم. با این حال گفتم که یعنی مثلا من یه ذره پررو بودم، تندوناس داشتم و 2 تا زبان بلد بودم که اینا هم خیلی هاشون که کسایی که مثلا از کشورهای دیگه اومده بودن اینا خب یه زبانی که بلد بودن. خلاصه دیگه همین اینا اومدن و من شروع کردم باشون صحبت کردن و بعد اینا همه اینجوری بودن که تو چجوری انگلیسی انقدر خوب حرف می‌زنی، مثلا اینجوری داداش کجای کاری ما فرانسه هم می‌زنم. بعد مرده که تو بریتیش ایرویز کار میکرد گفته که طبیعیه تو کشور شما این زبانا رو یاد میگیرن. گفتم والا طبیعیه که خب برای مهاجرت دیگه ما باید یاد بگیریم. خلاص ما دیگه با هم صحبت کردم و اینا خب نوبت ما که رفتیم تو اون سالانه جاهامون فیکس بود، به هممون یه تگ دادن با اسم خودمون و بعد میرفتیم رو میز مثل میز عروسی‌ها که اینجوری میز گرده اینجوری میشینن، همچین حالتی 10 تا میز 7 نفره بود. نشستیم و منم جا خوب بود خدا رو شکر، یه ته گوشه چیزی نبودم و این خوبیش اینجا بود که یکی از چیزایی که خیلی مهمه اینه که تو خوشرو باشی، بخندی، با آدما تعامل کنی که خب من آلردی اینا رو دارم ولی اگه یه جای پشتی بودن خب انقدر آدما 10 نفر نمیدیدن منو و همه اینا یه لیست دستشون بود با اسمای ماها و بر اساس حالا یه سری چیزایی هی در طول این 3-4 جلسه‌ای که 3-4 ساعتی که جلسه بود به ما نمره میدادن. دیگه منم هی سعی کردم با آدما صحبت کنم، ارتباط برقرار کنم، بخندم، خوش‌رو بشم. اینا واقعا حالا دیفالت هم چیزی هست ولی خب دیگه حواسم بود که ما داریم مانیتور میشیم. دیگه یه سری راجع به قوانینش توضیح دادن و یه سری که مثلا شرایط چجوریه، پیمنتش چجوریه، نمیدونم چه چیزایی داریم. اینه که حالا فکر کنم اینا رو توی ویدیو دیگه بگم بهتر باشه، نمیدونم که اتفاقا به خاطر همینا هم هست که الان کارکنان ایر کانادا اعتصاب کردن، به خاطر اینکه واقعا از نظر مثلا پیمنت و اینا مثلا اون وستیتی که به من اینا رو گفتن این آفرار دادن واقعا اونم خوب نبود. یعنی یه سری قوانینی داره که در حق اون کسی که داره خلاصه کار میکنه اشراف میشه واقعا. ایر کانادا هم همینطور دیگه که حالا اونها اعتصاب کردن و همه پروازا رو هم ریختن. این به کنار. تاریخچه وستت گفتن که آره و شعارشون هم این بود که we've come a long way، یعنی ما راه خیلی زیادی رو اومدیم تا اینجا. این خلاصه گذشت. میزی برای این 10 تا میز هر کدوم از این 10 نفر اومد سر یه میز و شروع کرد با ما صحبت کردن و سوالش این بود که فرض کنید که هواپیما سقوط کرده، شما توی یک جزیره‌ای هستید، به ما یه سری کارت داد، کارت‌های رندوم و سوالش این بود که ببینید که چه استفاده غیر معمولی از این چیزا میتونین بکنید. کیسه مثلا پلاستیکی، قهوه، مثلا تخته چوبی، طناب، نمیدونم فلان. اینا کارتایی بود که بین آدما تقسیم شده. کیسه آب توش بود. بعد میگفتی که مثلا من گفتم که خب من میتونم با این اگه مثلا شرایط اضطراری باشه میتونیم باهاش آب جمع کنیم، میتونم ماهی بگیرم باهاش، حالا من سوپرمن شده بودم، میتونم فلان کارو کنم. بعد اگه چیزی باهاش گفتم مثلا بارون بیاد میشه کیسه رو کشید تو سرش آدم خیس نشه فلان. میخواستم ببینم چقدر تو outside the box فکر می‌کنی، چقدر خارج از عرف فکر می‌کنی. یا مثلا چه میدونم با تخته چوبی میشه شلتر ساخت، پناهگاه ساخت. قهوه مثلا اگه یکی حالش بد بشه نمیدونم فلان میشه بوی بد اگه میاد این با این قهوه مثلا اوکیش کرد. یعنی استفاده غیر معمول از چیز و دلیل براش آوردن که مثلا آخر جلسه شد و گفتن که حالا هر کسی سوالی داره بپرسه و خب همه پا میشدن سوالای چرت و پرت میپرسیدن. آقا مثلا پیمنت چطوریه، مرخصیامون چجوریه، یکی میگفت اگه مثلا با هم تو کابین دعوامون بشه چی میشه. بعد مثلا اینجوری بودن که ما اصلا چرا باید یه آدمی که مثلا از الان داره به دعوا فکر میکنه رو بخوایم بگیریم، شما باید تو کابین آرامش رو برقرار کنید، ساپورت کنید آدما رو فلان. بعد من اینجوری بابا دیگه مثلا خسته شدیم تمامش کنید بره، مثلا 4 ساعت نشستیم و فلان اینا. بعد اینجوری بودم ببین صدف تو باید اصلا مهم نیست که سوال داری یا نداری، تو فقط باید
توجه این 10 نفر آدم رو به خود جلب کنی، یعنی باعث شه که این 10 نفر آدم دوباره همه نگاه ها بیاد رو تو و این 10 نفر آدم تو رو ببینن. یهو وسط این 70 نفر اصلا مهم نیست که واقعا سوال داری یا نداری. سوال پرسیدن تو این جمعه جدا از اینکه واقعا سوال داری یا نداری نشون میده که تو شهامت صحبت کردن جلوی 70 نفر رو داری، یعنی میتونی دست رو بلند کنی یه حرفی بزنی باشه باعث یه چیزی بگی. بعد بیشتر من دنبال اینش بودم. خلاصه یکیشون گفت مثلا سوال تو بگم، من پاشدم خیلی تشکر کردم، با تشکر از وقتی که در اختیار من قرار دادید. ولی من یه سوالی دارم، اینه که ما از کجا میتونیم بفهمیم که پرفورمنسمون، عمل کردمون خوب بوده؟ میدونم که یعنی اجازه ندادم حرف بزنم، گفتم میدونم که توی کابین توی هواپیما حتما سوپروایزر داریم، کابین منیجر داریم، اون به کنار. من میخوام از نقطه نظر از نگاه کاستومر، از نگاه پسنجر، مسافرها ببینم که چجوری اونا آیا از ما راضی بودن یا نه. ببین اصلا این کاستومر سرویس و این پسنجر و رضایت و اینا رو گفتم، اصلا این 10 نفر اینجوری بودن که همین این ما اینو میخوان. واقعا من اینو تو نگاه بقیه آدم ها اون 69 نفر احساس میکردم که اینجوری بودن که کاش من این سوالو پرسیده بودم. بعد اصلا خود اون کسی که داشت جواب میداد اینجوری کرد که کی دوست داره به این سوال خوب جواب بده، حالا تا همه رو خوش این جواب کوتاه میدن تمام میدن. بعد یکی از این اچ آر منیجر گفتش که من میخوام جواب بدم و اول اصلا تشکر میکنم ازت که این سوالو پرسیدی، به خاطر اینکه ما 4 ساعت داریم راجع به این مسئله حرف میزنیم، راجع به رضایت مشتری، مسافران، نمیدونم کیفیت خدمات فلان اینا، و یک نفر حتی این سوال به ذهنش نرسید که بخواد بیاد از این جهت به داستان نگاه کنه. و من واقعا اصلا ممنونم که این حرفو زدی و اینا. کلی خودت شروع کرد توضیح دادن. بعد ببین جوری شده بود که من از جلسه که میومدم، از سالن کنفرانس میومدم بیرون، بچه‌های دیگه، اون حالا بچه که نبودن، اون آدمای دیگه میومدن با من خدافظی می‌کردن، میگفتن چه سوال خوبی پرسیده بودی. یعنی من اصلا رو ابرا بودم دیگه بعد از این جلسه. بعد رفتم دونه دونه با این 10 نفر خدافظی کردم و گفتم مرسی، با هر کدومشون حالا یه شوخی کردم. یعنی مثلا چه میدونم پیج اینستاگرامش رسیتو دیده بودم، مثلا یه مرد، حالا میگم مرد گونده، مثلا یه مرد توی ویدیوهای اینستاگرامشون زیاد بود، رفتم مثلا باش خدافظی کردم و بهش گفتم که من چقدر اون ویدیو تو دوست داشتم. بعد مثلا این شروع کرد تو صحبت کردن که دیدی ویدیو رو؟ آره مثلا داستانش این بود فلان بود بیسار بود. باعث میشد من بیشتر تو ذهن اینا بمونم. توی خود این پروسه مصاحبه هتل یه جای آهنگی داشت وستجت که اسم آهنگ توکیو بود، به خاطر مقصد جدیدی که ژاپن به مقصداشون اضافه شده بود. این آهنگی که پلی شد، این خانم شروع کرد با این آهنگ رقصیدن و مثلا این خانم 60 خورده ساله بود، شروع کرد با این آهنگ رقصیدن و اینا. و من اینجا سر این خدافظی با این مثلا اومدم گفتم که خیلی باحال بود، واقعا فکر نمی‌کردم که مثلا اینقدر فضای وستجت کول باشه و مثلا فلان و خیلی چه آهنگ قشنگی بود. اینا خلاص سعی کردم یه شخصی سازی کنم دیگه، با هر کدومشون یه سلام علیکی کردم و چیز خدافظی کردم و یه حرفی زدم و تمام شد. به ما گفتن تا 10 روز، یه هفته 10 روز دیگه بهتون ایمیل بعدی رو میدیم اگر قبول شده باشید. آقا من فرداش ایمیل رو گرفتم. ایمیل دوم گرفتم واسه این مصاحبه فیس تو فیس و اصلا واقعا خیلی خوشحالم. یعنی اصلا خدایی فکر میکردم باید بهم ایمیل رو بدن واقعا، ولی از اینکه چی شدی و تو همچین پوزیشنی قرار گرفتم نمیدونم، ولی احتمال میدادم خدای ایمیل رو بهم بدن، ولی خب استرس هم داشتم. بعد امروز بهم داده، یعنی 24 ساعت نگذشت و من پس فردا مصاحبه فیس تو فیس دارم. فرداش ایمیل رو گرفتم، گفتن که براش میخوایم تایم مصاحبه رو در رو بذاریم با HR منیجر. که خلاصه من اینجوری بودم که واقعا میگه من در این حد فکر نمی‌کردم الکی یه رزومه که اصلا فکرش نمی‌کردم، اصلا یادم نبود کی فرستادم و همه اینا، چجوری مثلا به همچین مرحله رسید. بعد حالا مثلا میبینم چی میشه دیگه، تجربه مصاحبه خوبیه. بعد اینجوری شد که من هنوز 1 سال نبود کانادا بودم، یعنی من ماه اکتبر میشد 1 سال که کانادا بودم. این طرفای آگست سپتامبر بود. بعد که واقعا شب قبل از مصاحبه واقعا جدی داشتم با خودم فکر می‌کردم که مثلا من چه مسیری اومدم، یعنی
از زبان خوندن، از فلان کردن، همه اینا الان اینجا هنوز 1 سال نشده اینجا. یه مثلا مصاحبه مرحله سوم دارم با مثلا وستجتی که مثلا اصلا فکرشو نمی‌کردم، یعنی همینجور الکی بالاخره مثلا دومین ایرلاین بزرگ کانادا. تو اینجا ایرلاین خیلی زیاده، ولی دیگه مثلا ایر کانادا و وستجت دیگه خب دو تا بهترینشن دیگه. حالا من کاری ندارم استانداردشون نسبت به مثلا امارات و قطر و مثلا چه میدونم حتی شاید ترکیش مثلا در اون لول نباشه، یعنی ایرلاین کلا به نظر من آسیایی خیلی بهترن، نه حداقل این سه چهار تا که کشورهای عربی و حتی ترکیش خب خیلی بهترن واقعا. اما خب بالاخره دو تا ایرلاین اول کانادا هم وستجت و ایر کانادا دیگه، که ایر کانادا کلا من نمیتونستم براش اقدام کنم چون اصلا پاسپورت میخواد، من PR دارم فقط. خلاصه واقعا شب قبلش داشتم به این فکر می‌کردم که مثلا من چه مسیری اومدم، چقدر مثلا عجیب، بعد مثلا دارم با همچین شرکت بزرگی مثلا مصاحبه میرم برای بار سوم و واقعا فارغ از نتیجه هر چی بشه من بخش خودم رو انجام دادم. یعنی من واقعا اینو به عنوان افتخاری برای خودم دارم. حالا دیگه اینکه مثلا میخوان منو نمیخوان منو چه اتفاقی میفته دیگه داستان شده. یعنی واقعا شب آخرش اتفاقا یه پست اینستاگرامم گذاشتم، شب آخرش واقعا خیلی عجیب بود که اصلا خودم یه حال عجیبی داشتم و همش یاد حرف مامانم میافتادم که همیشه به من میگفتش که sky is the limit، یعنی هر کاری من خواستم بکنم همیشه من میگفتش آقا آسمون رو ببین اونجا مرز توه، یعنی مثلا هیچ مرزی نیست دیگه. و به من همیشه میگفتش که ماهو نگاه کن، اگه مثلا هر موقع احساس می‌کنی مثلا زندگی سخته فلان مثلا ماهو نگاه کن، هر موقع که مثلا وقتی به این فکر کنی که آدما روی اون ماه راه رفتن، خب می‌بینی که هیچی غیر ممکن نیست و تو می‌تونی هر کاری بخوای انجام بدی. خب من میخوام اینترویومو اینجوری شروع کنم. اون آدمه که دیدمش باش اینترویو دارم و اون روز قبلا هم دیده بودم و میخوام که اینطور شروع کنم اینترویو رو که بگم Hi Tracy, how are you? First of all, I should say that I'm so happy to have you for my interview. Actually, I had my interview with you because I don't know if you remember or not, but you just sat beside me on group interview and I got some positive vibes from you, but the best moment was when the song Tokyo played and you were dancing and I was just, oh my god, how cool a person can be in such a formal event. And that's exactly the team I want to be part of it. And honestly, I don't consider myself as a lucky person, but I think the fact that I'm having my interview with you, it seems that I have to change my mind and I'm a lucky person. Yeah. خوبه پسندیدن منو استخدامم میکنن. خب یکی از سوالایی که مثلا حتما میپرسن اینه که tell me about yourself. اونجاست که دیگه من میخوام برگردم به نژاد آریایی اصیلم و بگم که Tracy, look, I had studied tourism management for my master's and after that I immigrated to Canada and actually I am working for IKEA. IKEA اینجوری نمیگن ایرانی ها. And people are complaining every day, they're yelling at me and they're shouting at me and everything, and now I just want to be a flight attendant, so please hire me. به نظرت اوکی اینم؟ وای خدای من، یه ذره بگذره دیگه، مثلا بشه 5 سال دیگه. خوبه 5 سال؟ خوبه 5 سال دوست داری؟ پیش 5 سال دیگه ببینیم کجای این دنیا رو ما گرفتیم با این کارامون واقعا. خب tell me about yourself. دیگه چی بگم؟ همه این حرفا تو ذهنم بود شب قبل و این اسکایز د لیمیت و فلان و اینجوری بودم که عجیب من دارم تو آسمون کار کنم مثلا اینا. واسه همه اینا یه داستانی شد تو ذهن من و من واقعا بخوام یه موفقیتی که چه تو این اینترویو چه تو اینترویو قبلی با آیکی من داشتم، این شخصی سازی کردن پروسه مصاحبه بود. یعنی همه میان یه سری حرف کلیشه‌ای میزنن، مثلا اون نقاشیه که گفتم بچه‌ها اومده بودن
آرزوشون و ظهور امام زمان و شفای بیمارا و اینا کشیده بودن. آقا معلومه حرفای علکی زدن. من رفتم دوچرخه کشیده بودم واسه خودم. اینم همینه. پروسه مصاحبه هم همه میان چون سوال جواب میخونن و حرفای تکراری میزنن و فلان. اینو ما واقعا حرف خودم رو زدم، یعنی واقعا داستان خودم و اون شرکتی که براش اپلای کرده بودم اگر داستانی داشتیم با هم اونو تعریف میکردم. بعد خلاصه سر مصاحبه چیز وستجت با اون HR منیجره شروع شد و من ازش تشکر کردم. از من تشکر کرد که مرسی که وقت رو ما دادی و منم گفتم بذار من همین اول یه چیزی بهت بگم. واقعا برای من خیلی بیش از حد، خیلی توماچه که الان اینجا با تو نشستم برای مصاحبه. بعد اینجوری که مثلا چرا فلان گفتم به خاطر که من هنوز 1 سال نشده که کانادام، تازه مهاجرت کردم، مثلا یه دختر تنها بودم اومدم اینجا و هنوز 1 سال نیست، 365 روز نیست که من تو این کشورم و با یه همچین شرکتی مصاحبه دارم، اونم این مرحله و واقعا برای من بسته. یعنی من تا اینجا اون چیزی که باید واسه خودم تیک می‌زدم و تیک زدم. از اینجا به بعدش دیگه فراتر از انتظار منه. بعد اینجوری بود که فلان اینا. بعد گفتم که من احساس میکنم که من و وستجت یه چیزی با هم مشترک داریم. تو یه چیز با هم مشترکیم. گفتش که اون چیه؟ گفتم که we've come a long way. ببین اینو گفتم. اصلا اینقدر خوشش اومد. چون واقعاًشون همین بود. اونا واسه ایرلاینشون گفتن که آقا ما خیلی تلاش کردیم تا شدیم این. منم اینجوری بودم که آقا جان منم خیلی تلاش کردم، خیلی راه اومدم تا رسیدم اینجا. ما جفتمون we've come a long way. And you know what? I think I have something in common with WestJet. That's really inspiring for me. And it's that the phrase you have on WestJet which says that we've come a long way. And you know, this phrase means a lot to me. It's just the story of my life, honestly. It's just the story of my life. Because I've came a long way to be here. First of all, as a Canadian resident with PR, permanent residency card. You know, I think you never understand this because you've never been in such situation. But I've done so many things to have just this card, this PR card. And I've undergone so much challenges, I faced so many difficulties, so many problems that have been tackled, and oof, oh my god, I just lived my families and friends and just go on a country on the other side of the world all by myself, alone, with no at least financial support. And now I'm in an interview with such a company like WestJet, and oh my god, honestly, oh my god, what I've done till now, it's really such an honor to be on an interview with you, honestly. And regardless of the result, honestly, regardless of the results, I'm okay, I'm happy. I did my work, and I'm really proud of myself to be just in front of you right now and just had this chance to talk with you as a member of WestJet company. After all years of studying French, English, I don't know, my master's, immigration, just struggling, trying to find my way, and all these challenges, I'm here during an interview with you, with WestJet, a company, a well-known company as WestJet, prestigious company as WestJet, and it's enough for me. Honestly, it's enough for me, and I'm happy with that. And I'm really grateful for this moment and for this chance you gave me. And I did so many things to be here today. And I hope it's not our last interaction, last communication, last, I don't know, interview, meeting, anything. You just want to say that, but I'm really happy and I look forward to just keep continue with you, with your team. And my mother always used to say me, the sky is the limit. And no, اصلا مصاحبه رفته به کنار، من داشتم راجع به این حرف می‌زدم که چیکار کردم، چه جوری زبان خوندم، چه جوری اومدم، بعد
الان تو آیکیا چی کار میکنم؟ گفت اوه چی کار سختی داری مثلا فلان. گفتم من 2 زبانه مثلا دارم اینجا انگلیسی فرانسه کار میکنم و مثلا شدم عصبانی ام، ناراحتم، ناراضی ام فلان و اینا. بعد اینجا که آره خیلی داری کار سختی میکنی، چقدر مثلا چجوری کار پیدا کردی مثلا سریع تا اومدی هنوز 1 سال میکنی. اصلا خیلی باحال بود پروسه مصاحبه. بعد من بهش گفتم که خیلی تمام شد. خلاصه سوال کردی شرایطی رو بگو که مثلا شرایط سخت رو هندل کردی، یه زمانی که فراتر از توانت برای مثلا یه کاستومری یه کاری انجام دادی، یه زمانی که مثلا چه میدونم یه آدمی که خیلی عصبانی بود ولی تهش مثلا خوشحال رفت فلان، همه اینا. و یه سری سوالای حالا راجع به مثلا اگه مثلا توی هواپیما یه آدمی مثلا خیلی رو مخ باشه چی کار میکنی، اگه مثلا یه آدمی مثلا فلان درخواست داشته باشه چی کار میکنی. خلاصه این سری چیزا این شکلی. بعد دیگه خلاصه صحبت کردیم و اینا. خیلی تشکر کردم و حالا ما خبر بدیم بهت تو ایمیل بعدی رو که بگیری دیگه به این معناست که ما آفر کار رو بهت میدیم و تو باید یک فرم و اینجور چیزا رو پر کنی، کار اداری رو بکنی برای 8 هفته ترینینگ، دوره آموزشی توی کلگری که ما اونجا یک کمپسی داریم مثلا دانشکده تو. اونجا کلاس برگزار میشه هر روز، دوره‌های آموزشی تو باید اینا رو بگذرونی امتحان بدی و بعدش دیگه کار شروع میشه. و این پروسه برام ویزای آمریکا میگرفتن چون پروازهای آمریکا و اروپا اینا هم داشت. حالا من اونا رو با پی آر میتونستم برم ولی با اون ویزای یو اس کرو ویزا خودشون میگفتن اون ویزای کارتون میگفتن دیگه من پروازهای آمریکا رو هم میتونستم برم. صحبتامون رو کردیم و اینا. تو هلوش 45 دقیقه 1 ساعت مصاحبه‌مون طول کشید و تاش گفتش که خب اگه میخوای چیزی بگی بگو. گفتم نه من فقط برام جالبه که چقدر زندگی قشنگه، به خاطر اینکه من مامانم همیشه بهم میگفتش که sky is the limit و الان من انگار دارم اپلای میکنم تو مثلا لیمیتم کار کنم، من تو آسمون کار کنم. خلاص اینم کلی خندید و فلانه ولی همین استرس نداشتن منو این خوشرو بودن و شوخی کردم باهاشو و مثلا شخصی سازی کردم پروسه مصاحبه رو خیلی به نظرم تاثیرگذار بود. و دوباره به من گفتن که تو 2 هفته دیگه تو ایمیل بعدی رو میگیری و من دوباره فرداش ایمیل نهایی رو گرفتم که الکی من دارم مهماندار میشم. بعد خیلی تجربه مصاحبه خوبی بود، یعنی با اینکه من در نهایت تصمیم گرفتم که نرم ولی یکی از بهترین تجربه مصاحبه هایی بود که داشتم. یعنی من کلا اینجا 2 تا مصاحبه داشتم 3 تا مصاحبه داشتم. یکیش الان فعلا رو هولده، یکیش که همین کاری که الان دارم، یکیش هم که این بود. بعد مثلا به من در نهایت این آفر رو داد. خب خیلی اعتماد به نفس خودم خیلی تاثیر داشت که دیدم خب من میتونم اساسش بریام و فهمیدم که این کاری که الان دارم حالا هر چقدر من خودم اوکی نیستم باهاش و مثلا سختم و خسته شدم ازش و همه اینا، ولی اسم شرکت خیلی اسم چی میگن مهمیه یعنی واسه شرکت‌های دیگه یه جای معتبری من کار کردم. حالا چه خود آیکیا چه این شرکتی که من طرف قراردادشم و حالا تو بخشای که کار میکنم دیتیلش دادم اسمش همون موقع ویدیو گرفته بودم که خیلی مصاحبه خوبی بوده. واقعا خودم خیلی خوب صحبت کردم، خودم اینجوری که باریکلا. ولی حالا خلاصه چیزای مهمش که تو ذهنم بود همینا بود. یعنی از این حالا اشتراک بکنید که من در نهایت همینجوری مصاحبه های خوب داشته باشم و بالاخره یه کار دیگه هم بتونم بکنم. اما گفتم در سالگرد آفر وستجت به عنوان مهمانداری بیام داستانش رو تعریف کنم. حالا یه ویدیو دیگه بعدا میگیرم میگم که من کلا شرایط کارش چجوری بود، معایب و مزایاش چی بود و چرا من در نهایت تصمیم گرفتم که وستجت کار نکنم. خیلی گوش دادین، امیدوارم که صدا و تصویر و نور و چه میدونم همه کادر رو خودم و همه چی اوکی بوده باشه. فعلا تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدار. خداحافظ.